تصور کنید یه روز صبح از خواب بیدار میشید، دستتون رو روی صورتتون میکشید و یه لحظه انگشتتون به یه دندان جدید برخورد میکنه. یه دندان واقعی، محکم و طبیعی، انگار همیشه اونجا بوده. نه ایمپلنت گرون قیمت، نه جراحی دردناک، نه دندان مصنوعی که هیچ وقت حس واقعی نداره. باور میکنید؟ این رویا داره تو ژاپن به واقعیت تبدیل میشه. یه داروی انقلابی که بدن ما رو وادار میکنه دندان جدید رشد بده. تا آخر این ویدیو با من باشید تا بگم این معجزه چطور کار میکنه و کی میتونید خودتون ازش استفاده کنید. سلام دوستان، امروز قراره از یکی از بزرگترین انقلاب‌های پزشکی قرن براتون بگم. دارویی که میتونه بدن ما وادار کنه دندان‌های جدید رشد بده. انگار از دل فیلم‌های علمی تخیلی اومده، اما واقعی‌تر از هر چیزیه که فکرش رو میکنید. ولی قبل از معرفی این داروی مهم، لطفاً دکمه لایک رو بزنید، کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو فعال کنید تا هیچ وقت از این اخبار هیجان انگیز جا نمونید و این ویدیو رو تو گروه‌های خانوادگیتون به اشتراک بذارید، چون قراره چیزی بشنوید که زندگی خیلیا رو عوض میکنه. میدونستید تا سن 44 سالگی بیشتر آدما حداقل یه دندان دائمیشون رو از دست میدن و تا 65 سالگی 30% دیگه هیچ دندان طبیعی ندارن. این فقط یه مشکل ظاهری نیست. اعتماد به نفس، خنده‌های بیخیالی، لذت غذا خوردن، همش تحت تأثیر قرار میگیره. تازه اگه از هزینه‌های سرسام‌آور درمان‌های فعلی بگم، احتمالاً شوکه میشید. تا حالا 3 راه اصلی برای جایگزینی دندان داشتیم. ایمپلنت که گرون قیمتن و نیاز به جراحی دارن، بریج به دندانهای کناری آسیب میزنن، دندان مصنوعی اصلاً حس واقعی نمیدن و همیشه یه جای کار میلنگه. عزیزان، شما درباره دندان مصنوعی چطور فکر میکنید؟ اگه تجربه‌ای از ایمپلانت، بریج یا دندان مصنوعی دارید، همین حالا تو کامنت ها برام بنویسید و بگید چطور بوده. اینجاست که داستان جذاب میشه. تیمی از دانشمندای ژاپنی به سرپرستی دکتر کاتسو تاکاهاشی در بیمارستان کیانو اوساکا و با همکاری دانشگاه کیوتو یک کشف عجیب کردن. بدن ما هنوز توانایی رشد یه مجموعه سوم دندان رو داره. راز این معجزه چیه؟ یه پروتئین به اسم USAG1 که مثل یه ترمز عمل میکنه و به بدن میگه دیگه دندان نساز. اما اگه این ترمز رو آزاد کنیم چی؟ دانشمندا یه آنتیبادی مونوکلونال ساختن که این پروتئین رو غیر فعال میکنه، در نتیجه بدن شروع میکنه به ساختن دندانهای جدید، درست مثل وقتی بچه بودیم. تو آزمایش‌ها روی موش‌ها فقط یه تزریق کافی بود تا دندان‌های جدید رشد کنن، البته بدون عوارض و بدون تداخل با دندان‌های دیگه. و حالا این دارو روی آدم‌ها هم آزمایش شده. آزمایش‌های بالینی فاز اول از سپتامبر 2024 تو ژاپن شروع شده و روی 30 مرد بین 30 تا 64 ساله با دندان از دست رفته تست میشه. نتایج اولیه هنوز عمومی نشده، اما محققا خیلی امیدوارن. آزمایش‌های بعدی روی بچه‌هایی که به صورت مادرزادی دندان ندارن ادامه داره و پیش بینی می‌کنن تا سال 2030 این درمان برای همه در دسترس باشه. تصور کنید سالمندایی که دوباره میتونن با اعتماد به نفس غذا بخورن، افراد جوانی که به خاطر از دست دادن دندان خجالت میکشن حالا میتونن با لبخند واقعیشون دنیا رو روشن کنن، کسایی که به خاطر سرطان یا آسیب‌های شدید دندانهاشون رو از دست دادن حالا امید تازه دارن. خب بیای جمع‌بندی کنیم. از دست دادن دندان یه مشکل بزرگه که زندگی رو سخت میکنه. درمانهای فعلی هم که پرهزینه و پرزحمتن. اما این کشف ژاپنی‌ها قرار همه چیز رو عوض کنه. یه تزریق ساده، یه دندان واقعی و یه لبخند جدید. ممنون که تا اینجا با من بودید. حالا نوبت شماست. تو کامنت ها برام بنویسید شما یا عزیزانتون تجربه‌ای از مشکلات دندانی داشتید؟
دارید یا چقدر برای این درمان جدید هیجان زده اید؟ اگه این ویدیو براتون جذاب بود لایک کنید، این ویدیو رو به اشتراک بذارید و حتما کانال رو سابسکرایب کنید تا با هم دنیای علم رو کشف کنیم. تا ویدیوی بعدی مراقب لبخندتون باشید.